سنجد و بچه های این محله و این محله، این محله و اون محله، این محله و اون محله، این محله و این محله، این محله و اون محله، این محله و اون محله، این محله و. بینندگان عزیز سلام، من سنجد گزارشگر ویژه برنامه عید اومد بهار اومد. امروز که 13 به دره اومدم تو جمعی از دوستان که میخواستم برن 13 به در. من گیرشون انداختم، میخوام باشون مصاحبه کنم. آماده شده بودن داشتم برن و همه این بچه یه فامیلن، میخوام برن 13 به در، میخوام باشون مصاحبه کنم. خب بچه کجا میخوایم بریم 13 به در؟ میخوام برم دشت بیابون. بذار خودم جواب بدم. خب ببینم دوست عزیز، تو بگو ببینم فردا که میخواد مدرسه باز شه تکالیفت انجام دادی؟ بلندتر. بله انجام دادم. خب چه احساسی داری که فردا میخواد مدرسه باز بشه؟ ناراحتی؟ نه خیر. بی تفاوتی؟ خوشحالی؟ پس تعطیلات عید بهت خوش نگذشته؟ چرا؟ خوش گذشته؟ عیدی هم گرفتی؟ بله. کوچولو تو هم مصاحبه میکنی؟ اسمش چیه؟ سارا؟ اسمت ساراست؟ اسمت چیه؟ بینندگان عزیز اسمش نمیدونه چیه متاسفانه. خب کارن جان ببخش که من رو دوشتون نشستم، میخوام که بچه ها خوب منو تماشا کنن. خب شما بفرمایید ببینم عید چی کار کردین؟ من عید به خونه فامیل و خویشاوندانمون رفتم. یه ذره بلندتر لطفاً. چشم. خب عیدی هم گرفتی؟ بله. تکالیف عیدت کی انجام دادی؟ روزایی که کاری نداشتم اون روزا انجام دادم. الان مثلا تکالیفت مونده که فردا میخوای بری مدرسه؟ نه خیر. تموم شده؟ بله. کاملا؟ بله. اوخی. باز این میکروفون من افتاد، ببخشید البته. خب شما کلاس چندم هستین؟ من کلاس 4 هستم. 4؟ خب از معلمتونم رفتین عید دیدنی؟ بله. بازدید؟ بله. خب بهتون عیدی داد؟ نه خیر. نه. خب اون عیدی رو وقتی که امتحان داریم بهتون نمره خوبه میده، اون عیدیه. خوبه؟ خب بچه ها 13 به در میخواید برید، بعد به یاد بزرگتراتون هم هستین، به یاد معلماتون، بعد به یاد بچه های دوستتون، دوستان آشناها هستین؟ بله. خب بچه های عزیز من دیگه مزاحمتون نمیشم چون داره دیر وقت میشه و احتمال داره که دیگه دیر برسید به 13 به در. خب بینندگان عزیز به امید دیدار.